بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا فعالا لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. با حمد و سپاس و ستایش بی‌حد بر خداوند متعال، تنها خالق و تنها مالک، تنها مدیر و تنها مدبر، تنها مشکل گشا و تنها مشکل ساز، تنها مریض کننده و تنها شفا دهنده، تنها زنده کننده و تنها میراننده. برای چنین توحید روشن و واضحی پیغمبران فرستاده که درود خداوند بر اون پیغمبران راستین از آدم تا خاتم، به خصوص به سرورشان و پرچمدارشان جناب محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. درود خدا بر او باد که با تحمل رنج‌های فراوان گنج آسمانی توحید را به ما رساند و درود خداوند بر اهل بیت پاکش، بر همسران پاک دامنش، مادران مؤمنان، نه مادران منافقان و سبابان و شبتامان مدعی تشیع که دسترنج محمد را به باد استهزا گرفته‌اند. خداوند اینها را به وسیله ما و امثال ما هدایت کند و اگر هدایتشون مقدر نیست رسوایشون سازد که با غلو خود، با افراط خود، با تفرید خود اسلام را به بحران مواجه کرده‌اند و در میان مسلمانان دو دستگی ایجاد کرده‌اند. و درود خداوند بر یاران محمد باد که بهترین یار و یاور بر بهترین پیغمبر بودند، به کتابش چنگ زدند، به احکام دینش عمل کردند و چنان جان و مال خود را در این راه فدا کردند که خداوند از عرش اعلای خود در تأیید اونها آیه های متعدد و روشن و واضح فرستاد و از همه مؤمنان خواست که اگر بخواهید همچنان که من خداوند از اونها راضی شدم و اونها وعده بهشت دادم، از شما نیز راضی شوم، به نیکویی از اونها پیروی کنید. المهاجرون والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. خداوند ما و شما را از اون نیکبختانی قرار بدهد که به نصیحت محمدی گوش کرده و به یارانش احترام کرده، اهل بیتش محبت کرده، به کتابش چنگ زده و احکام دینش عمل کرده باشد.
نه اون شوربختان و بدبختان و بدعتگزارانی که چند نفری از اهل بیت را خدا کردند، 12 خدایی شدند، 14 خدایی شدند و بقیه دسترنج محمد را تکفیر و تفسیق کردند. خداوند شر اینها را از خمینی تا کلینی از سر ملت ما بردارد و ما را وسیله‌ای برای برداشتن شرور اینها و الفت بین ملت و صلح و صفای بین مردم قرار دهد. و این کار ممکن نیست مگر با بازگشت به قرآن. قرآن علاج دل هاست و خدا را شکر کنید که به من شما توفیق داده که در این لحظه در هر جای دیگه میتونستیم باشیم. به من شما توفیق داده که برگرد کتابش، برگرد کلامش حلقه بزنیم، زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از درش، از دررش، از داروهایش، از راه علاجهایش برای شفای امراض فکری و روحی خود، امراض معنوی خود سود ببریم. و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و مصرفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را خدمت شما هستم آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، داروهایش، اصلاح علاجهایش، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را، و شما برادران خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را در میگزینند. بهترین سخن خداوند است. در شر بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه 33 از سوره مبارکه ابراهیم علیه و نبینا الصلاة والسلام. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنهار. خداوند آیه نمایی می کند، قدرت خود را با عنوان آیه ها در معرض دید من شما و فکر من شما قرار می دهد تا دنبال شیادان و کلاشان و امام تراشان و بدعت گذاران نرویم و شرک نورزیم. خداوند است که برای شما خورشید و مهتاب را مسخر کرده به طور دائم و شب روز را براتون مسخر کرده. همچون که در جلسه گذشته عرض شد، بعضی از اشیاء را در این کائنات خداوند ثابت قرار داده، بعضی را بنا به حکمتی متحرک قرار داده، ثابت نیست. و سخر لکم الشمس والقمر دائبین. اینجا چیز بسیار دقیق وجود داره. اون اینه که خداوند سبحانه و تعالی بنا به حکمت عالیه خودش خواسته که بعضی از کائنات به طور یک نواخت ثابت باشند و بعضی ها رو یک نواخت قرار نداده. مثلا طلوع آفتاب، شروق آفتاب، غیاب آفتاب، غروب آفتاب، وقتش، مسیرش، مسارش، فلکش، مدارش، اینا ثابته، لا تغییره، تبدیل نمیشه، متحول نمیشه، متوقف هم نمیشه. برای که خداوند خواسته زندگی من شما منتظم باشه، منظم باشه. اگر طلوع آفتاب در اوقات معینی نمی بود، زندگی من شما مضطرب می شود. ورزه بسیاری از مخلوقاتو که خداوند بر من شما مسخر کرده اینها رو ثابت قرار داده. ورزه کسی پریشان است که فردا از خواب بیدار شه ببینه که خورشید از جای دیگه طلوع کرده. ولذا من شما
در شهر نماز اشراق یا نماز ضحی داریم، لیکن دعای شروق نداریم. دعای استسقا داریم برای که بارون بیاد، لیکن دعای اشراق نداریم برای که هر روز این اشراق این طور خودش صورت میگیره. خداوند این چنین قرار شده، این چنین خورشید رو قرار داده، خواسته که این ثابت باشه، دائم باشه، برای که زندگی من شما مستقر باشه در روی زمین چند روزی که هستیم. برای که حرکت خورشید، حرکت زمین، حرکت مهتاب، همه اینها در ورایش نظام زمانی مشخص و معینی قرار داره. پس کلمه و سخر لکم الشمس و القمر دائبین یعنی این حرکت استمرار داره. این حرکت یه روز متوقف نمیشه. نظام شمسی ثابته و این از نعمتهای خداوند عزوجل. بسیاری از چیزها رو خداوند ثابت قرار داده. بذرها رو مثلا شما وقتی بذر سیب و بذر پرتقال و بذر هندوانه رو میکارید، هیچ موقع ندیدید که مثلا سیب بکارید پرتقال بیاد بیرون، اشتباهی مثلا، یا گوجه فرنگی بذارید بکارید سیب زمینی بیاد بیرون. بسیاری از چیزها رو خداوند متحرک قرار داده. باران مشخص نیست، متحرکه، به طور یک نواخت نیست. ممکن است آسمان باران بیاد، ممکن نیاد. یک سال میبینید خاصرخیزه، یک سال میبینید خوشسالیه. اگر خداوند همه چیز رو یک نواخت قرار میداد، از جمله باران، اعضای جسم، اون وقت انسان از خداش احساس بی‌نیازی میکرد و با این بی‌نیازیش بدبخت میشد. ولذا در پشت سر اون چرا که خداوند ثابت قرار داده، یک نواخت قرار داده، حکمت‌های بزرگی هست و در پشت سر اون چرا که خداوند متحرک و غیر یک نواخت قرار داده هم حکمت بزرگی هست. مهتاب، خورشید ثابته و هیچ موقع بشریت پریشان نشده که آقا فردا خورشید طلوع میکنه یا نه اعتصاب میکنه، بلکه خدا مسخرش قرار داده. خورشید مثلا آیه است، نشانی است از نشانی های عظمت خداوند. و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. خورشید به قرارگاه خودش حرکت میکنه و این تقدیر خداوند عزیز و آگاهه. تقدیر علی نیست، تقدیر عیسی نیست، تقدیر هیچ بزرگ و کوچکی نیست. لیکن طبق همه این دنیا یک روز میاد که وظیفه خورشید تمام میشه. اذا الشمس كورت. انسان غافل از نور خورشید استفاده میکنه، از گرماش استفاده میکنه، لیکن از خلال این خورشید خالقش نمیشناسه. به نعمت اکتفا میکنه، به منعم نمیرسه. چون این استفاده ای، چون این بهره ای از خورشید مثل بهره‌وری چارپایان از خورشیده. لیکن مؤمن تیزبین است. وقتی به خورشید نگاه میکنه قدرت خدا را در خورشید میبینه، برای خورشید و آیه از آیات خداوند میشناسه، دلالت بر عظمتش. و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون. از آیه های خداوند شب، روز. چرا نگفت آیه خداوند خداوند علیه، ببخشید علیه، امامه، 12 امامه، یه مترسکی به نام امام زمانه که از مادر متولد نشده؟ چرا اینا نگفت؟ از شب کمتره؟ اما اینه که آیات واقعی نشون داده. از آیه ها شب، روز، خورشید، مهتابه. لیکن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. به خورشید سجده نکنید
به مهتاب سجده نکنید. واسجدوا لله الذی خلقهن، سجده کنید به خدایی که اینا رو خلق کرده. این کنتم ایاه تعبدون، اگر مطیع خدا هستید، اگر عبادت خدا رو میکنید. اقوام غافل، ملت های غافل، چه در گذشتهش در حال، اونی که از خداوند غافلن، خورشید پرست شدن. توی که از کشورهای خلیج راه میرفتم، دیدم که لبه دریا نشسته با خورشید اینجوری صحبت میکنه. تو چیکار میکنی؟ گفت از خورشید نیرو میگیره. نیروش از خورشید، فکر میکنه خورشید دیگه نیرو میده. چرا اینا رو عبادت میکنن؟ برای که خیرات و خوبی هایی که در نعمت هایی که در این آیه ها وجود داره، لیکن اگر دقت بیشتر میکردن، تأمل بیشتر میکردن، از نعمت به منعم میرسیدن، از مخلوق به خالق میرسیدن. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. ابراهیم مجادلتاً وقتی خورشید، برای که به زبان قومش حرف بزنه، به زبان نفهمها، خورشید رو دید، گفت این روشن، این خدای منه. وقتی غروب کرد گفت اگر خدا من هدایت نکنه من از گمراهان میشم، مثل شما میشم. فلما جن علیه اللیل رأى کوكبا، وقتی شب فرا رسید یک سیاره رو دید، گفت این رب منه. وقتی که غروب کرد قال لا احب الآخرین، من غروب کنندگان رو دوست ندارم. تا اینکه در آخر گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. من صورتم را به سوی کسی میگردانم، به کسی سجده میکنم که آسمان ها و زمین رو خلق کرده. من به شرک بیمیلم، من از مشرکان نیستم. یعنی حضرت ابراهیم علیه و نبی الصلاة والسلام از خورشید به خالقش رسید. مؤمن راستین، موحد راستین، از هر چیزی به خدا میرسه، به خالقش میرسه. ورزا مؤمن مثل غیر مؤمن از خورشید بهره‌برداری میکنه، لیکن به خداش میرسه. شما وقتی درش دقت میکنید، تأمل میکنید، به خالقش میرسید. موقع قلبت خاشع میشه. وقتی قلبت خاشع میشه، چه بسا که اشکات بریزه، به سوی خدا اقبال کنی، به سوی خدا بروی. اون موقع میشناسی که خورشید یک راهش به سوی خداوند. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. در سوره نحل آیه 12. خداوند مسخر کرده بر شما شب و روز و خورشید و مهتاب و ستاره ها رو. همه اینها مسخرن به امر اوست، دستور اوست که مسخرن در تسخیر شما. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. همه اینها درش آیه هایی هست برای قومی که تعقل میکنن. یا در آیه دیگه و الشمس و القمر و النجوم، یعنی همه آنچه که در آسمان هست مسخراتون به امری، به دستور خداوند، یعنی در تسخیر انسانه، به امر خداوند. فرمانبر خداوندن، حرکتش، طلوعش، غروبش مدار مشخصی دارن. همه اینها به امر خداونده، به امر امام نیست. مشرکان قومی کتابی نوشتند که فرماندهان هستی، آخه بیشعورها، مشرک باشی ها، انسان که حاکم بر هستی در زیر خاک دفن میشه، دستشویی میره، به غذا نیاز پیدا میکنه. ببین که شرک با انسان چیکار میکنه، غلو با انسان چیکار میکنه. هر آنچه از جنایت های تشیع که میبینید نتیجه این غلو هاست، درست مثل دوران صلیبیت. در آیه دیگه میفرماد که هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل. اوست خداوندی که خورشید و تابنده قرار داده و قمر رو منور قرار داده و اونها رو منازل متعددی برش قرار داده، ماهو
تا اینکه عدد سالها و حساب بشناسیم و ماه و خورشید و اینها رو جز به حق نیافریده خداوند. و قومی که آگاهند و میشناسند آیه هاش رو به تفصیل بیان کرده. خورشید رو ببینید تابنده، درخشنده، نور شدیده. با نور خورشید همین چیز شما میبینید، لیکن نور ماه اینجوری نیست. مثل که شما مثلا گاهی میرید به رخت خوابت میخوای استراحت کنید، باید یه چراغ خواب میذارید که اتاق خیلی تاریک نباشه. ماه راجع به کره زمین همچه نقشی رو بازی میکنه. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یعنی نور خورشید و تابنده و درخشنده قرار داده، نور ماه و نه آرام قرار داده. مثلا در شب شما وقتی که مثل کشاورزی مثلا از اتاق به زمین کشاورزیش نگاه میکنه، با نور و مهتاب هم میبینه چیزی، لیکن نور خورشید چیز دیگریه. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا وهو العزيز الغفار. آسمان ها و زمین رو به حق آفریده، شب و بر روز میچرخانه، روز و بر شب میچرخانه، خورشید و ماه و مسخر کرده. همه اینها تا مدت معینی حرکت میکنن، تا زمانی که خداوند مقدر کرده. هیچ چیزی در این هستی دائم نیست جز خداوند. الا هو العزیز الغفار. بیدار باشید که خداوند شکست ناپذیر و غلبه کننده و بخشنده اوست. یعنی این گردش آسمان ها و زمین، گردش خورشید، گردش مهتاب حد معینی داره، تا اینکه روزی بیاد که انسان اینجا امتحان بشه، دوباره بازگرده تا عملش ظاهر بشه. و گردش زمین، گردش خورشید، همه اینها پدیده هایی هستند دلالت در قدرت خداوند میکنند. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. دوستان اجازه بدید من این صدا رو خود بهتر بکنم. مسلم از سر نبی بیگانه شد، بازو این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتشگاه زن مثل خلیل. مسلم از سر نبی بیگانه شد، بازو این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند،
خالد و فاروق و ایوبی نمان. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست و گوی امیدوارم کنده که بهتر شده باشه. خداوند در سوره فرقان آیه 45 میفرماد که الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. نمیبینید که خداوند چطوری سایه رو به حرکت در میاره؟ اگه میخواست اون ساکن قرار میداد بدون حرکت. و خورشید و دلیل بر اون قرار دادیم. سایه آیه از آیات خداونده. آیا این امام زمان دروغینی که درست کردند، یه امامت دروغینی که درست کردند، اگه سایه یه درخت عادی کمتره که قرآن ذکرش نمی کنه؟ سایه آیه از آیات خداونده. شما در وقتی در باغ خودت عنوان کشاورز نشستید زیر سایه درخت، این سایه رو میبینید حرکت میکنه. سایه یه وقتی از درخت کوچکتره، دوباره ادامه پیدا میکنه، از درخت بزرگتر میشه، طولانیتر میشه، چه بسا 2 برابر 3 برابر درخت بشه تا اینکه مسافت‌های بدی درازتری بره. کیست که این سایه رو به حرکت در میاره؟ حرکت زمین، حرکت خورشید، همه اینها آیه های خداوندی هستند. از اینها باید استنباط کنیم که اینها در گردشن. انسان ساده به چشمش میبینه، لیکن انسان اهل فکر با فکرش اگرچه ندیده باشه چیزی رو، با فکرش اونها رو درک میکنه. چشم حرکت زمین رو نمیبینه، حرکت خورشید رو نمیبینه، حرکت سایه رو نمیبینه، لیکن با عقل اون رو درک میکنه. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. اگه سایه حرکت نمیکرد، یعنی زمین حرکت نداره، یعنی خورشید حرکت نداره، همه اینها آیه از آیات خداوند هستند. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. ما خورشید و دلیل بر این سایه، حرکت سایه قرار دادیم. اگر اشعه خورشید نمی بود، حرکت زمین رو نمی شناختی. اشعه خورشید دلیل بر حرکته. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه خورشید میتونه به مهتاب برسه، نه مهتاب به خورشید، نه شب از روز سبقت میگیره. همه اینها در مدار خودشون در شنا هستند، در گردش هستند. این چه تنظیمیه، چه نظمیه. الان وقتی هواپیما حرکت میکنن در برج فرودگاه، اشخاصی هستند که اینا خط میدن. این هواپیما خط اول اصلا از لندن تا پاریس، از لندن تا جده، این که خط اوله، اون که خط دومه. هواشناسان در هوا بر خودشون خطوطی دارن. اگر کارمندی که در برج در فرودگاه نشسته اشتباه بکنه، به 2 هواپیما یه خط بده، یه مصیبت پیش میاد، اصدام میکنن. یک وقتی این اتفاق افتاد، 400 نفر یه جا کور شدن، برای که کارمندی که در برج نشسته به 2 هواپیما یه خط داده. و لذا هر هواپیمایی که حرکت میکنه نمیتونه حرکت کنه مگه اینکه از برج پرواز خودش از وقت حرکت و وقت فرود اومدن خط بگیره و این خط مخصوص اونه. بعد از اون هر هواپیما دیگری که حرکت میکنه یا بالاتر از اون یا پایینتر از اون. چقدر هواپیما مثلا در زمینه، فرض کنیم 5000 50000. چقدر افراد در این برج ها نشستند بر تنظیم مسیر هواپیماها.
خب اینو مقایسه کنید به کهکشان هایی که در هستی وجود داره. هر کهکشانی 1 میلیارد ستاره داره و عدد تقریبی کهکشان ها رو تقریبا میلیون کهکشان داریم، یعنی 1 میلیارد. الان 1 میلیون 1 میلیارد ضرب در 1 میلیارد 12 صفر جلوی 1 یا 1 بخشید جلوش 24 صفر. آیا شنیدید که 2 تا سیاره 2 تا کهکشان با هم دیگه تصادف کنه؟ هیچ غیر از خداوند هیچ کسی تو برج مراقبت ننشسته اون راهنمایی کنه. خداوند فرموده الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نه، خورشید به مهتاب میرسه، نه شب به روز میرسه و همشون در مدار خودشون در گردشن. هر سیاره‌ای مسیر خودشو داره. هر سیاره‌ای مسیر و مسار خودشو داره. خداوند فرمود که فرمانده همه اینا دست منه. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. خداوند آسمان ها و زمین رو نگه میداره از اینکه بیفتند و اگه بیفتند کیست که غیر از خداوند اونها رو بگیره؟ انه کان حلیما غفورا. خداوند که بردبار و غفوره. ازاله از اینجا مقصودش که از مسیر خودش خارج بشه. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. این زمین در مسیر خودش، خورشید در مسیر خودش، مهتاب در مسیر خودش، ستاره ها در مسیر خودشون. اینها آیه های بزرگی است از خداوند عزوجل. شما تصور کنید یک قطاری از مسیر خودش خارج میشه، چه مصیبتی که پیش میاد در هند، در پاکستان، در مصر، چه مصیبتی که پیش اومده. یک قطاری اگه بر لبه یک وادی بره، اگه سقوط کنه چه کشته هایی که موجود میاد. اگر کره زمین در مسیر خودش خارج بشه، با یک مثلا عرض بکنم با یک سیاره دیگه برخورد کنه، هیچ زندگی میمونه؟ خداوند فرمود که الشمس والقمر بحسبان. خورشید و مهتاب اینا حساب شده هستند. حسابش خیلی دقیقه. دانشمندان میگن که اگر بعضی از انفجارها در خورشید صورت بگیره که حرارتش بیشتر بشه، درجه حرارتش، و کوههای یخی که در قطب جنوب شمال هست اینا آب بشه، آب دریا 93 متر بالاتر از این مستوایی که داره میاد بالا. اون موقع 2/3 خشکی غرق میشه. اگه یک انفجار عظیم در خورشید صورت بگیره. ولذا شناختن خداوند، شناختن عظمت خداوند از خلال آیاتش، تفکر بهش، انسان خداشناس میکنه. وقتی که انسان خداشناس شد به امرش مستقیم میشه. الان نگاه کنید خورشید از ماه چقدر فاصله داره، زمین از خورشید چقدر فاصله داره، زمین از ماه چقدر فاصله داره، ماه از خورشید چقدر فاصله داره. همه اینها بر وفق حساب‌های بسیار بسیار دقیقی است. خداوند فرمود که جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. خورشید رو تابنده قرار داده، درخشنده قرار داده، اما ماهو درش نور قرار داده، نورش از خورشید میگیره، منعکس کننده این نوره.
و اینجاست که انسان باید در این آیات خدا زیاد فکر کنه، در ملکوت آسمان ها و زمین زیاد مطالعه کنه تا عظمت خدا رو بشناسه. عظمت خدا رو که شناخت قلبش خاشع میشه. قلبش که به خداوند خاشع بشه به امر خدا مستقیم میشه، دین خدا عمل میکنه، دیگه دنبال قبرها و پیر و پاتال ها نمیره. اون وقتی که عمل صالح انجام میده تا با اعمال صالح خودش به خدا تقرب بیویه. با این تقرب جستنش تنها به خداوند به سعادت دنیا و آخرت میرسه. و من الناس والدواب والأنعام مختلف الوانهم، از مردم، از چارپایان، از حیوانات میبینید که رنگ های مختلفی دارن. كذلك انما یخشى الله من عباده العلماء، همانا دانشمندان عالمان راستینند که از خداوند خشیت دارن. ان الله عزیز غفور، خداوند پیروز و بخشنده. سخر لكم الشمس والقمر دائبین، خورشید و مهتاب و بر شما طور یک نواخت مسخر کرده. بدون خورشید زندگی محال روی زمین، بدون نور، بدون گرمی. چه چیزهایی که خورشید ضد و خونیشو میکنه، اصلا زندگی بدون خورشید امکان نداره. این خورشید بین عظمت خداوند بر من شما مسخر کرده. و سخر لكم اللیل و النهار، شب و روز بر شما مسخر کرده. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما شب و روز دو آیه قرار دادیم. آیه شب و محل میکنیم، آیه روز میادیم. لتبتغوا فضلا من ربکم، در روز دنبال رزق روزی خود باشید، پس دنبال فضل خدا باشید. ولتعلموا عدد السنین والحساب، تا اینکه عدد سالها و حساب بشناسید. و کل شیء فصلناه تفصیلا، هر چیزی رو مفصل ذکر کردیم. اهل دنیا، اونایی که ایمان نرسیدن، از خورشید استفاده میکنن در فصل بهار یا در پاییز و گردش میرن، از شب و روز استفاده میکنن. لیکن مؤمن به این اکتفا نمیکنه. مؤمن از اینها استفاده میکنه، در راه درست و به خداش میرسه. و محونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرة، شب و میبینی شب تاریکه، چیزا دیده نمیشه. در تاریکی انسان میترسه. شما وقتی در یک بیابان، در یک جنگل مثلا نصف شب راه بری میترسی، هزاران شبها در جلوت ظاهر میشه، ممکن قلبت بیاد بیرون از ترس. لیکن در روز راه میرید قلبت مطمئنه. و شما مسافرید، آفتاب طلوع کرده، راه واضحه، مطمئنی. وقتی شب بیاد، طبعا در بیابان عرض میکنم، وقتی که برق نبوده که اون حالت روز نداری، ناچارید استراحت کنی. و هو الذی یحیی و یمیت وله اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون. اس که زندگی و مرگ دست اونه و اختلاف شب و روز هم دست اونه. آیا تعقل نمی کنید؟ اختلاف اینجا دو معنی داره. یکی این که شب میره روز میاد، روز میاد شب میاد، یا اینکه تفاوت شب و روز در طولانی بودن، در کوتاه بودن. کیست که شب در زمستان طولانی کرده، روز کوتاه، و برعکس در تابستان شب کوتاه کرده، روز طولانی. این اختلاف شب و روز کی قرار داده؟ امام که غرق تو سرداب. این همه دست خداوند سبحانه و تعالی. و یولج اللیل فی النهار و تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل.
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. شبو در روز فرو میبرید، روزو در شب فرو میبرید. زنده را از مرده میاری بیرون، مرده را از زنده میاری بیرون. هر کسی را بخواهید بدون حساب روزی میدی. ولوش من دکوره. شما ساعت غروب نگاه کن چطوری شب از مغرب میاد، روز به خودش فرو میبره و در روز که طلوع میکنه همچنین از مشرق. و همه اینها دست خداونده. و جعل اللیل سکنا، خداوند شبو برای آرامش قرار داده. شب که آمد همه چی آرامشه، در که اعصابت آرام میشه. مسکن نامیده شده. چرا؟ در که انسان در اونجا سکونت پیدا کنه، اعصابش راحت میشه. و وقتی که خورشید غروب میکنه، مردم از صبح تا شب کار کردن به خانه هاشون پناه میبرن، آرامش پیدا میکنن، استراحت میکنن تا دوباره وقتی از خواب بیدار میشن گویا که هیچ تازه نفس شده، خستگیشون دور شده و صحت و سلامتیش دوباره به دستشه. و تا اینجا توقف میکنم، انشاءالله که بقیه رو در جلسه سوم اگه خدا خواست. این نویز جز صدا متاسفانه همراه همیشگی ماست. خدا در رجی بیاره. آقای شهردرازی، شما دیوی فرستادید حرکت مفهومی خورشید و سیارات کهکشان خودمون. خط زرد رنگ حرکت خورشید است، رنگ آبی سیارات و زمین خودمون. هر کدوم در مسیر خود و در خودش در حرکت است. سوال از پروفسور آناتومی در مورد وجود روح و شرح جالب علمی او. بعضی از بینندگان میخوان واقعا بدونن که مسئله روح چیست. اصولا از نظر علمی خواهش میکنم که در مورد روح صحبت بفرمایید. معذرت میخوام، و اصولا اگر روحی وجود داره جاش در کجای بدن؟ خیلی جالبه. من فکر میکنم که معذرت میخوام که سلام یه فکر میکنم که این سوال شما یکی از مشکل ترین سوالاتی باشه که در این دنیا وجود داشته باشه. من تا جایی که ظرفیت و استعداد من بخواد میتونم که به سوالات شما جواب بدم، ولی یقین بدانید که با موافقت همگی هم روبرو نخواهم شد، چون عقاید در این باره مختلفه. ولی همونطور که فرمودید ما از بچگی مسئله روح رو یاد گرفتیم و اون هم به علت اعتقادات و عقاید، حالا وابسته به هر مرام و مسلکی هم که افراد باشند، به همه ما یاد داده شده که روح در انسان هست.
و خود من هم دانایی و آگاهی اولیه درباره روح رو از همین تعالیم یاد گرفتم. ولی خب بعدش علم و دانش و تحقیقات بهش اضافه شد. حالا هم اگر من هر چی بگم پایه و اساسش به هر حال روی همون تعالیم بنا شده. اما شما امروز میخواهید که از یک دانشگاهی بدانید که آیا از دید علم و دانش هم میشه روح رو در انسان ثابت کرد؟ از دید من وجود روح در انسان ثابت شده، اما علم نمیتوانه یک دستگاهی رو اختراع کنه که به ما این روح رو نشان بده. این روحی که من به وجودش پی بردم چیزی نیست که من بتوانم لمسش کنم و یا بگذارمش زیر میکروسکوپ بگم این شکلیه. جا و محل حتی قرآن میگه یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اگه از روح دربارت سوال بکنم گو روح امر پروردگاره، شما چیزی نمیدونی. خصوصی هم در بدن نمیشه براش تعیین کرد، برای اینکه این روح مربوط میشه به همه وجود ما. بله اصلا که من سوال دیگه هم آماده کردم که از شما بپرسم، که یکی از اون کارهای خیلی سخت برنامه‌های تلویزیونی ما بوده که در مورد روح صحبت کنیم. آقای پروفسور سمندری، خواهش کنم بفرمایید که اگر دستگاهی برای کشف روح نیست، شما چگونه به روح پی بردید؟ کلاً یه مقدار علمی‌تر برای بینندگان صحبت کنید. تحقیقات ما امروز به جایی رسیده که ما می‌دانیم که تمام این بدن انسان از 20 نوع مواد پروتئینی مختلف تشکیل شده. درصد مقدار اینها را ما می‌دانیم. این 20 ماده شیمیایی رو می‌شود در لابراتوار همش رو درست کرد. خب من وقتی که اینها رو همه رو با هم مخلوط میکنیم چرا ازش یک انسان در نمیاد؟ دانشمندان حتی یک سلول رو هم نتونستن بسازن که این مثل سلول بدن کار کنه. فهم و ادراک من به اینجا میرسه که باید یک قدرتی وجود داشته باشه که به ما زندگی و حیات میده، قدرتی که مانع از متلاشی شدن این اعضا و سلول های بدن ما میشه، قدرتی که اصلا به زندگی استعمار، یعنی اگر جایی بر سر کار باشه مجبور باشه از اربابان خود تعریف بندگی کنی، من احمد رضا هاشمزهی فرزند نظام پیرو خط رهبری و ولایت فقیه نه وامدار کس و شخصی هستم، بلکه در وهله اول وامدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و نهایتاً وامدار مقام معظم رهبری هستم. اعوذ بالله از این چاپلوسی ها. وامدار رهبر هستی. بله آقای شریف ناروی، صدا ما میدونم صدا خوب نیست. زمان ورود حضرت عباس در حسینیه فتح‌آباد مرودشت، پس از دیدن این کلیپ در قرن 21 به این نتیجه میرسید که تا 100 سال آینده وضعیت به همین منوال خواهد بود. شک نکنه از این مردم چه انتظاری داریم؟ تا آخوند هست کشور آباد نمیشه.
آخوند درست کرده اینه. دین ساختگی. آقای سادات شیعه علیکم السلام الله. تشکر از برنامه خوبتون. خسته نباشید. لطفا در مورد کلمه امام که میگن بعد از اینکه حضرت ابراهیم پیامبری مبعوث بودن و خدا اون کلماتی میشون آموخت بعد هم مقام امام، دروغه اصلا. ابتدا هم امام بود هم پیغمبر بود و امام معنی پیشواه، هر پیغمبری پیشواه، یعنی مقام امام بالاتر از این. خیر این حرفا نیست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که من امامم مثلا. میخواید این موضوع رو بخون، کتاب بررسی نصوص امامت یا شاهراه وحدت یا شاهراه اتحاد باشید از استاد حیدری قلمداران رو بخون، این موضوعاتون به خوبی متوجه میشید. ماجرای اولین روزخوانی ببینیم یاد یا نه. اولین روزخوانی که روزه دوره‌ای را در تهران مرسوم کرد آقا نور بود. لباس روحانی ها به تن می کرد. مردم گفتند نور از آقا نور می بارد. به همین جهت به آقا نور شهرت داشت. هیچ کس نام واقعی او را نمی دانست. آقا نور خیلی مجلس داشت و به سبب کمبود وقت روزه‌هایش بسیار کوتاه بود، تقریباً 5 دقیقه. مردم به همین هم راضی بودند و حضور آقا نور را در خانه خود باعث سلامتی و خوشبختی و برکت می دانستند. به محض اینکه آقا نور روی صندلی می نشست یک استکان چای به دستش می دادند. استکان را به دهان می برد و لب خود را با آن آشنا می کرد و بقیه را پس می داد. همسایه ها و بیمارداران هر یک مقداری از چای آقا را برای سلامتی بیمار خود همراه می بردند و گاهی بر سر ته مانده چای آقا دعوا می شد. آقا نور یک اوراق هم داشت که همیشه با آن به مجالس روزه می رفت. همیشه هم یک خدمتکار به دنبالش می روید. همراه او را پامنبری می گفتند و وظیفه‌اش نگهداری از اوراق آقا نور بود. اوراق آقا خیلی خوب خورده و پرورده شده بود. در ضمن ناآرام و چموش هم بود. علت ناآرامیش هم این بود که مردم موی بدن اولاغ را جهت تبرک می‌کندند و در پارچه‌ای دوخته و به گردن می‌آویختند. خلاصه که کار آقا نور خیلی سکه بود و از این راه به ثروت زیادی رسیده بود. غیر از خانه‌های شهری، باغ و ساختمانی در زرگنده داشت که پیش از جنگ بین‌الملل دوم به آلمان‌ها اجاره داده بود. آن موقع آلمان‌ها خیلی در ایران بودند و در زمینه صنعت و تجارت بسیار فعال بودند. روز 12 هر ماه قمری منزل ما روزه بود و آقا نور هم دعوت داشت. یک بار در اوایل سال 1320 آقا نور پیش از شروع روزه مطلبی به این مضمون گفت: این هیتلر که در آلمان پیدا شده در اصل هیتلر است. از لرستان رفته و سید هم هست. نایب امام زمان است و مأموریت دارد همه دنیا را فتح کند و به حضرت تحویل دهد. مردم هم سراپا گوش بودند و هیچ کس در صحت مطلبی که آقا نور گفته شک نکرد. مدتی گذشت و متفقین ایران را اشغال کردند و آلمان ها از کشور اخراج شدند. آقا نور نیز ساختمانش واقع در زرگنده را به انگلیسی ها اجاره داد. اما هیچ کس نپرسید چرا پیشبینی آقا نور برعکس از آب در آمده. در همان دوران روزی را به یاد می‌آورم که آقا نور همه جا اعلام می‌کرد که شب جمعه آینده زلزله شدیدی در تهران به وقوع می‌پیوندد و فقط کسانی که به امامزاده‌ها و اماکن مقدس پناه ببرند در امان خواهند بود. معلوم است که آن شب تهران به کلی تخلیه شد. ما هم با خانواده و با گاری به شاه عبدالعظیم رفتیم. برخی هم که نتوانستند بیایند در خیابان خوابیدند. آن شب زلزله نیامد. کسی علت نیامدن زلزله را نیز از آقا نور نپرسید. ماه بعد که آقا نور برای روزه به خانه ما آمد بدون اینکه کسی چیزی بپرسد خودش گفت حضرت به خواب کسی آمده و پیغام داده که چون معلوم شد مردم خیلی مؤمن و با عقیده هستند دستور دادم زلزله نیاید. این را هم همه باور کردند. تنها پدرم بود که میگفت انگلیسی ها میخواستند میزان نادانی ما را امتحان کنند که با این کار به مقصود خود رسیدند. هیچ کس حرف پدرم را باور نکرد. وقتی آقا نور مرد در حقیقت تهران عزادار و تعطیل شد. آقا نور هنوز هم نام میدانی در جنوب شرق تهران است. جهالت پایانی ندارد و جهالت مذهبی سخت ترین و محکم ترین جهالت بشریت است. تاریخ حماقت بشر از تاریخ تمدنش جلوتر است. منبع از کتاب در کوچه و خیابان. از مشرکین مکه هم سبقت گرفتن، در مقابلش تمام ادیان باطل صف میکردن، چه بودا و چه مشرکین مکه. تمام ادوار تاریخ اینجوری شد، شرک بزرگ مرتکب نشد. ببینیم چیه.
علی که تو میگه از اساس علی نیست، اون علیه که درست کردی. علی که شیعه، علی که تو میگه از اساس علی نیست، اون علیه که درست کردی. علی که شیعه، علی که تو میگه از اساس علی نیست، اون علیه که درست کردی. علی که شیعه میگه علی خالق، رازق، محیی، ممیت، اول آخر، ظاهر، باطن. علیون هو الهو، علیون هو الهو. میگیم علیون هو الهو، همه میگن علیون هو الهو، دیگه کسی نمیترسیم. هو علیه، حق علیه، اول و آخر علیه، ظاهر و باطن علیه، حق علیه، حق علیه. خدا من لعنتشون کنه. این چون دین خدا را گلاوز کردن. مولوی عبدالرحمن عمرزهی خطاب رئیسی الان وقت آمدن شما به استان بلوچستان نبود. آقای رئیس جمهور تشریف آوردن. ما به رئیس جمهور رأی دادیم، برای رئیس جمهور رأی جمع کردیم. بسیار کار اشتباهی کردیم، هم شما و هم بقیه مولوی هایی که به این رژیم رأی دادن باعث شدید که چوب سر خودتون بیاد. بسیار کار اشتباهی کردیم. و مردم به شدت از ما ناراضی هستند. از روحانیت اهل سنت مردم گلایه دارن. شما به ما گفتیم، ما با آقای رئیسی رأی دادیم، ما میدانیم که چقدر مردم از ما گلایه دارن. نصیحت نمیشنیدید. اون موقعی که ما میگفتیم رأی دادن به اینا حرامه، مولایان داخل دنبال مقام دنیای خود میبودن. آقای رئیسی به عنوان امید آخر آمد، به عنوان امید آخر آمد و خدا گواست ما با دل و جان حمایت کردیم از آیت الله رئیسی. از هیچ رئیس جمهوری با این جدیت علمای اهل سنت عزیزان من حمایت نکردند که علما اهل سنت حمایت کردند. در ستاده ها رفتند و سخنرانی کردند. بنده به عنوان یک شهروند این را حق خودم میدارم که بپرسم آقای رئیسی کی به شما رأی داده؟ شما با رأی چه کسی سر کار آمدید؟ برای این مردم چه خدماتی انجام دادید؟ وعده هایی که شما به این مردم دادید چند درصد توانستید این وعده عمل بکنید؟ آقای رئیسی وقت آمدن شما الان نبود، وقت آمدن شما الان نبود. شما به بهانه افتتاح پروژه و افتتاح سد و فلان هزار بارم بیایید در استان سیستان و بلوچستان، درد مردم را دوا نخواهد کرد، مردم راضی نخواهند شد. آن روزی که خون ده ها انسان ناحق در زاهدان ریخته شد شما کجا بودید؟ آنگاه که به دستور خودش بوده و به دستور ولی فقیهش، خدا من هر دوشون لعنت کند. اخمه ها نمک پاشی شد شما کجا بودید آقای رئیس جمهور؟ آن روزی که بر حقیقت ها پرده انداخته می شد شما کجا بودید؟ زخم عمیق این بود که مردم را به ناحق به رگبار بستند، مردم را به ناحق کشتند و حضرت شیخ الاسلام را به ناحق متهم کردند، حضرت شیخ الاسلام و علمای زاهدان را محکوم کردند و نمک پاشی زمانی صورت گرفت که بر واقعیت ها پرده انداختند که اینها تروریستند، اینها تجزیه طلبند، اینها خلاف نظامند. از صدا و سیما گرفته تا بسیاری از مسئولین کجا بودی آقای رئیسی؟ افتتاح یک سد و پروژه شما را کشاند به سیستان و بلوچستان، اما خون مظلومان شما را نکشاند، آه مظلومان شما را نیاورد. اکتفا کردی که به این که وزیر کشور را فرستادی.
شما نباید در پای تخت می نشستید. الان حضور شما در استان چه دردی را دوا میکنه؟ در زمان ریاست جمهوری شما فشار بیشتری بر اهل سنت وارد شد، نمازخانه ها پلم شدن، تبعیض و تحقیر شدت گرفت. شما همه اونهایی که بهش رأی دادن در این جرم شریکن. کجا بودید؟ شما چرا به مرجعیت اهل سنت احترام نمیگذارید؟ شما باید به زاهدان می آمدید، شما باید به مسجد مکی می آمدید، شما باید به منزل شیخ الاسلام می آمدید. چرا حقیقت را قبول نمی کنید؟ بنده به عنوان یک همدرد عرض می کنم آقای برخی از مسئولین، شما حقیقت را میدانید، چرا سرتون کلاه میذارید؟ چرا خود را به خواب انداختید؟ چرا خود را به خواب میزنید؟ مرجع اهل سنت شیخ الاسلام است، مولانا عبدالحمیده. حرف شیخ الاسلام حرف ملته، حرف شیخ الاسلام حرف مردمه. چرا به شیخ الاسلام باها نمیدید؟ شما صدها ملا مثل من دور برتان جمع بکنید، نمیتوانی مشکلات را حل کنید، نمیتوانی رضایت مردم را جلب کنید. برای حل مشکلات استان، برای حل مشکلات کشور، برای جلب رضایت مردم کافی شما با یک شیخ صلح کنید، به یک شیخ اهمیت بدید، به خواسته های یک شیخ شما توجه بدید. چرا سر خودتون کلاه میذارید؟ آقا بار سلام میشد با جانان مطلع از اینترنت صحبت کنید تا خباست دجال را که مسجد مکی را مسجد الشیاطین در ماهواره نوشتن اصلاح کرد. اینجا در تلویزیون میشه شمش داد یا نه؟ بله، این مسجد مکیه، اینجا نوشتن مسجد شیطان الرجیم. بله، کتابخانه مکی دارون زاهدان. بله، اونا مساجد ما رو اینجوری نگاه میکنن. خداوند این زارها رو سر خودشون بیاره. گاپ‌های حکومت در پرونده خانه اصفهان. سلام، از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما رو بکشن. سلام، از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما رو بکشن. ما به یاری شما نیاز داریم. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، مجید قاسمی، اجماعی به حمایت شما نیازمندیم. حکومت اما این سه شهروند اصفهانی را در پرونده پر از تناقض و ابهام خانه اصفهان اعدام کرده. در این ویدیو به گاه‌های حکومتی و دروغ‌های نیروهای امنیتی خواهیم پرداخت و ثابت می‌کنیم حکومت این سه شهروند رو قربانی کرده تا پرونده رو مختوم اعلام کنه. این پرونده مربوط به کشته شدن دو بسیجو و یک فرمانده یگان ویژه فراجا در محله خانه اصفهانه. دادگاه هیچ سند و دلیل و یا حتی فیلم دوربین مداربسته برای اثبات اتهامات این سه شهروند ارائه نداده و تنها به اعترافاتشون تکیه کرده. شیوه عکس اعترافات رو از زبان مجید کاظمی، یکی از شهروندان اعدام شده بشنوید.
قبول میکنم که شکنده بودم من همیشه یه ما به من گفتن داداشید حسین دونم مهدی من خودت ستایی با هم دوار بزنیم به خونه والد کمک کن پدر مادر بده ولی میکنیم از اومد روی شکنده میکردن از اومد اسمی شکر بهم میزدن منم کشتن هم خدا آزیم به داد گفتم من هر اینجا میگم قبول دارم من فقط به ما هیچش قبول ندارم من که کردم و در بردن من فلکم کردن من بردنم توی بابا دور می نیان اما دو شهر بده در چرمه در نگاتون خونه بودم زنی ناموزدی کارا نکنم تا بوی من گردم میگیرم به خداوندی خدا من هیچ کاری نکردم هیچ کاری من نکردم اینا نتونستن اصل کاریگره بگیرن من گرفتنم گفتن این کلتن چلش مالی توی گفتم نه زدنم گفتم مالی من گفتن پایین بگو من تیر زدم زدنم گفتم من تیر زدم زدنی مادر تو بیمارستان گفتم آقا هر کاری بگوی من کردم خونه واده من ایتاری باشم نداشته باش من همیشه زیری شکنده بودم من به هشت نمیشم سر کار بودم من وابسته به کدوم گروه بودم سابقه کیفری هم ندارم گروه هکی حزبی اما همین اعتراضات اجباری تلویزیونی بود اما در یکدیگر هم با همدیگه مثلا صالح میرهاشمی میگه کسی رو در حال شلیک با کل به سمت شهید اسماعیلی دیده و سعید یعقوبی میگه دیده مسجد کاظمی با کلاشینکوف به شهید اسماعیلی شلیک کرده. سناریونویس حتی نتونسته آقای شیروزهی در کانس ما نه این که شما نوشتی نیست. آقای سادات شیعه کتاب نصوص نوشته که نوشته استاد حیدر علی قلمداران در سایت عقیده موجود داره. استاد شهادتین لازم هست پیش کسی گفت که با خودت نه به زبان پیش خودت بگویی کافیه. این که اعلان هدایت میکنی همین که پیش خودت هم بگی شهادتین کافیه. خداوند ثابت قدمت نگه داره. والا آقای شیروزهی نمیدونم بقیه رو چه عرض کنم نمیدونم. آقای ابو فاروق صدا مشکل داشت. آقای سلطان سلیم تعطیلی مرکز اسلامی لندن. حاج آقا مسئلتون تعطیل شدین حاج آقا مبارکه. تعطیلی مرکز اسلامی جمهوری اسلامی لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در لندن. تبریک میگم به همه مبارزین راه آزادی. ما نمیذاریم خونه جوانمون پایمال بشه. نشنیده بودم اینو. شیخ خامنه‌ای شیعه نیست یهودی است. نه امامت اصلا یهود درست کرده. الان میخوای یهودی باشه نباشه.
خب دوستان کم کم رفع زحمت میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب دوستان بخیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دروغ بگه